اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یقینا که یستجیب و قبول میکنند سخنای توحید و حق الذین کسانی که یسمعون میشنوند. والموت الله متعال میگه مردگان، یعنی کافرانی که قلبشان مرده هست. منظور اینجا کافرانی که مشرکان و یا بدعتکارایی که قلبشان مرده هست. یبعثهم الله، باز الله متعال اونا را مبعوث میکنه دمی حالتی که قلبشان مرده هست، باز همون تو میمرن. ثم الیه یرجعون، باز به سوی الله رجوع میکنن. حال ادعای اضافی مردمای بیدین چی است؟ مردمای بیدین ادعای اضافیشانی است که میگن و قالوا، میگفتن یا میگوین لولا نزل علیه آیه، چرا نازل نشده بالای از این معجزه؟ حال خب بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم خب معجزه نازل شده است. اینا میگن نه، چرا معجزه مطابق خواست ما بالای از این نازل نمیشه؟ من ربی، از جانب پروردگارش. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میکنه که قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله قادر، الله بسیار قدرتمند است علی ان ینزل آیه، که معجزات دیگری بغیر از این معجزات بفرسته. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولکن اکثریت از اینا نمیدانند. الله میفهمه که اگر بر علاوه این معجزه بزرگ که قرآن عظیم الشان است، اگر صدها معجزه دیگه هم برای انسانهای بدون کافر پیش شود، باز هم اونا قبول نمیکنن. مسئله درس اعتقادی دیگه که از این آیت قرآن ما و شما میگیریم، الله متعال میگه که دیگه مخلوقات هم مثل شما واره مخلوقات الله هستند. و ما من دابت فی الارض، و نیز هیچ جنبنده در زمین، ولا طائر، و نه هم کدام پرنده که یطیر که پرواز میکند به جناحیه، با دو بالش، الا امم امثالکم، اینا کلشان امتهایی هستند مثل شما. یعنی اینا هم خواص را دارن که اونا هم روزی میخورن، خلق میشن، تولد و تناسل میکنن، تکاثر میکنن. الله متعال میگه اینها همه از اینا مثل شما مخلوقات هستند. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، الله متعال میگه ما هیچ کمی و تفرید نکردیم در لوح محفوظ. این کتاب لوح محفوظ است که در او هیچ چیز من شیء، هیچ چیز در او کمی نیست، یعنی تمام از اونا در اونجا نوشته شدگی است. ثم الی ربهم یحشرون، باز تمامی مخلوقات به سوی پروردگارشان حشر میشه. الله متعال صفات انسانهای بیدین میگن که اینا چی صفات دارن که شما باید احتیاط بکنین که صفات مردمای بیدین و منافقه نداشته باشیم. والذین، و کسانی که کذب و تکذیب نمودن به آیاتنا، به آیات یا نشانه های قدرت ما، الله متعال میگن سمون، اونا کسایی هستند که گوش دارن ولی از شنیدن حق گوشهایشان کر است. و بکمون، و زبان دارن لکن از گفتن حق زبانهایشان گنگه هست. فی الظلمات، اینا در تاریکی های جهل، در تاریکی های شرک و کفر زندگی میکند. من یشاء الله، هر کسی را که الله متعال بخواهد یضلله، او را گمراه میسازد. چون اینا نمیخواین که حق قبول بکنه، الله بر از اینا هدایت نصیب نمیکنه، بلکه نصیب از اینا گمراهی میشه. و من یشاء، و هر کسی را که الله متعال بخواهد، چون الله عالم الغیب است، از قلب کلگی با خبر است، هر کسی را که الله بفهمه که این قلب خوب داره و انسان مخلص است، یجعله علی صراط مستقیم، الله متعال ایره به راه راست هدایت میکنه و ایره راه حق برش نشان میده. حال بسیاری کسا اینجا یک دلیل است که هر انسان که است ایمان فطری داره. ما مسلمان ها، یعنی الله متعال به اساس رحمت خود در هر خانه‌ای که هر طفل پیدا میشه او دارای ایمان فطری می باشه. رسول الله صلی الله علیه و که هیچ طفل پیدا نمیشه در خانه یک کسی الا وقد یولد علی الفطره، با ایمان فطری خلق میشه. لکن باز والدینش اگر مجوسی بودی را مجوسی میسازن، اگر نصرانی باشن نصرانی میسازن، اگر کافر باشه کافر میسازن. اینالی طفل پسان متأثر به والدین خود میشه و از دین اسلام دور میشه، در حالی که الله متعال هر کس را با ایمان فطری خلق کرده. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ارائیتکم، نظر شما چیست؟ این اتاکم عذاب الله، اگر بیای بر شما عذاب الله
اواتتکم الساعت یا قیامت بیایه اغیر الله تدعون، آیا شما بغیر از الله کس دیگه را طلب میکنین؟ چون ایمان فطری دارین، به اساس فطرت ولو که یک کافر در سختی برابر شوه بازی الله را میخواه. اغیر الله تدعون، آیا بغیر از الله طلب میکنین؟ نه نمیکنین. چون ایمان فطری دارین پس الله را طلب میکنین. پس چرا واقعا الله را در زندگیتان اطاعت نمیکنید؟ این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستید. بل ایاه تدعون، بلکه شما الله را طلب میکنین یا دست دعا به بارگاه ازو بلند میکنین. فیکشف، پس دور میکند، ما تدعون، آنچه را که میخواهید یا طلب میکنید، الیه، به سوی او، انشاء اگر بخواهد. و تنسون، و فراموش میکنید در لحظات بسیار خطرناک، ما تشرکون، آنچه را که شرک آوردین. مشرکین عادت داشتن که در سختی ها برابر میشدن دست دعا را به بارگاه الله بلند میکردن. باز وقتی که نجات پیدا میکردن پس به معبودای باطل خود میرفتن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا چی داشتن؟ اینا ایمان فطری داشتن. ولقد ارسلنا، درس دیگه که از نگاه عقیده انسان مسلمان باید از هر آیت درس اعتقادی بگیره، آیت بعدی بر ما درس عقیده میده که الله متعال به تمام امتها چی پیغمبر فرستاده هست. بعضی کسا میگن که چرا پیغمبرها تنها در منطقه بحیره مدیترانه آمده یا چرا پیغمبرها زیادتر در فلسطین در این منطقه آمده؟ این قصه های پیغمبرایی است که در قرآن بر ما و شما قصه‌اش ذکر شده، اما الله متعال میگه که هیچ امت نیست ولو که در چین بوده، در ژاپن بوده، در هند بوده، در هر جایی که قدیما بوده، الله متعال پیغمبران فرستاده. این که قصه هایشان بر ما نگفته، لکن الله میگه است ولقد ارسلنا، الله متعال میگه یقینا که ما فرستادیم الی امم من قبل، که به امت هایی که قبل از تو بودن، یعنی ما بر از اینا هم فرستادیم. کی را فرستادیم؟ پیغمبران را. وقتی که اینا نافرمانی کردن فاخذناهم، باز اینا را مؤاخذه کردیم، بالبأساء، به سختی ها، و الضراء، و به تنگدستی ها، لعلهم، شاید که ایشان یتضرعون، یا عذر و زاری و عاجزی بکنن به بارگاه الله. فلولا، پس چرا اذ جاءهم بأسنا، وقتی که آمد برشان عذاب ما، تضرعوا، باز عذر و زاری میکنن، ولکن قست قلوبهم، لکن باز قاسی القلب میشن، قلبهایشان سخت میشه. و زین لهم الشیطان، و زینت میته برشان شیطان، ما کانوا یعملون، آنچه را که عمل میکنن. الله متعال میگه که وقتی کسی توحید فراموش کنه و مشغول شوه به آسایش های دنیوی، باز الله متعال سر از اونها عذاب خود نازل میکنه. فلما، پس هنگامی که همین مردم نسو فراموش نبودن، ما ذکروا به، آنچه برایشان تعلیم داده شده بود و بیان شده بود، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، باز الله متعال میگه وقتی اینا فراموش کردن احکام الله را، ما هر دروازه های نعمت های مختلف برای از اونا باز کردیم. این امتحان بزرگ دیگه است که بعضی اوقات بر انسان های بیدین بسیار نعمت ها را الله میته، یک امتحان است. حتی اذا فرحوا، وقتی که اینا باز بسیار خوشحال شدن، به ما اوتوا، به آنچه که داده شده بودن، الله متعال میگه باز اخذناهم، گرفتیم ایشان را، بغتة، ناگهان. یعنی بعضی کسا میگه والا کافرها چرا قدر نعمت ها داره ما مسلمان ها نداریم؟ الله متعال میگه که اونایی که توحید فراموش میکنن، الله متعال برشان بعضی نعمت های دنیایی را میته، یا توبه میکنن و از عقل خود کار میگیرن به توحید رجوع میکنن، و یا با نعمت های اضافی الله اینا هنوز گمراه میشن. باز الله متعال میگه وقتی که بسیار خوشحال شدن و راحت بودن به اخذناهم بغتة، باز میگه ناگهان اینا را میگیریم، فاذا هم، باز در او صورت ایشان مبلسون، ناامید میباشن. آل کسایی که ترک توحید میکنه هم یک جزایشان است؟ میگن نه، جزاهای دیگی بر از اینا هم داده میشه. فقطع، پس بریده میشه و یا قطع میشه چی؟ دابر القوم، دابر یعنی بنیاد یا تهداب القوم، او قومی که الذین، آنانی که ظلم و ظلم کردن، بیخی بنیادشان برکنده می شود. والحمد لله رب العالمین، و توحید خاص برای الله هست. والحمد، تمامی حمد و ثنا و صفت که توحید زبانی هست، این توحید لله خاص برای الله هست که او رب العالمین است، پروردگار عالمیان است.
حال موضوع توحید ربوبیت خود الله متعال بیان میکنه که الله اوت رب است که هر چیز را خلق کننده و روزی دهنده و گیرنده و دهنده به همه از اونا مربوط به الله میشه. قل ارایتم، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ارایتم، آیا دیدید، آیا فکر و گمان کردید که این اخذ الله، اگر بگیرد الله سمعکم، گوشهای شما را، و ابصارکم، و چشمان شما را، و ختم علی قلوبکم، و مهر بنهد بر قلبهای شما، من اله غیر الله، کیست او ذاتی که مستحق باشه که عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه غیر الله، بغیر از الله؟ کدام قانون باز شما را در این صورت نجات میده؟ یأتیکم به، که بیاورید برایتان چی کنین؟ خب غیر الله یأتیکم به، بغیر از الله که شما میآورین به آن. انظر ببی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کیف، که چگونه نصرف و تغییر میتیم الآیات، نشانه ها و علامات قدرت خود را، ثم هم یصدفون، لکن با وجود از هم اینها به عوض از که متوجه شوند از این رو میگردانند. درس اعتقادی دیگه چی است؟ ادامه توحید ربوبیت است. الله متعال میگه قل، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ارایتکم، خبر بدهید، ان اتاکم، اگر بیاد بر شما عذاب الله بغتة، عذاب الله ناگهان بیاد، او یا ای که جهرتن، آشکارا بیاید، یعنی یگان مرتبه عذاب الله ناگهانی میاد، یک مرتبه عذاب نازل میشه، یگان مرتبه علاماتش میامد، 2-3 روز 4 روز اینا علامات عذاب میدیدن، آشکارا باز سرشان عذاب نازل میشد. هل یهلکو، اگر امی عذاب ها بیاید آیا هلاک میشوند؟ الا القوم الظالمین، مگر بغیر از قوم ظالم ها، یعنی اگر عذاب الله بیاید تنها کسانی که نابود میشن و هلاک میشن ظالم ها هستند. و ما نرسل المرسلین، و ما نفرستادیم مرسلین، پیغمبران را، مگر پیغمبران دو وظیفه دارن. بعضی اوقات بعضی کسا انتقاد میکنن، میگه شما چرا بعضی از در گپایتان، در بعضی تبلیغایتان از دوزخ گپ میزنین، از عذاب گپ میزنین؟ یک کسی یک وقت برام زنگ زد، گفت استاد شما در تبلیغایتان بعضی اوقات بسیار سر عذاب گپ میزنین، از دوزخ گپ میزنین، از قیامت گپ میزنین. الله متعال میگه وظیفه پیغمبران دو چیز است، مبشرین و منذرین هستند، هم بشارت میتن به جنت، هم میترسانن از دوزخ. این مردم میگن نه، فقط بر ما تمام روز که شیشیده بی سر منبر امیر گفته برو که چقدر جنت هست و چی نعمت ها هست و چقدر آسایش ها هست، ما که هر گناه را کردیم شما دیگه بر ما زمین نعمت ها گپ بزنین. الله متعال میگه و ما نرسل المرسلین، و ما نفرستادیم پیغمبران را مگر بر دو کار اساسی، الا مگر مبشرین که اینا بشارت بدهند به جنت، به نعمت ها، به راحت ها، بله بشارت بیمیتیم، و منذرین، و همچنان پیغمبرها بر زمین فرستاد. ما خو امو کار دعوت میکنیم که پیغمبرها کردن، انال دعوت اسلامی امو دعوت پیغمبرها پیش برده میشه، مبشرین و منذرین، و همچنان ترسانندگان که کسانی که ظالم هستن، قاتل هستن، اختطافچی هستن، جنایتکار هستن، و بر از اونا باید گفته شود که اونجا عذابهای رنگارنگ الله هست. فمن آمنه، پس کسی که ایمان آورد و اصلح و اصلاح کند خود را، فلا خوف علیهم، باز اینا از عذاب الهی و از این چیزا باز در ترس نمی باشن، ولا هم یحزنون، و جگرخون هم نباشن به خاطر از اینکه این عذاب الهی برای انسان هایی است که بیدین هستن، گمراه هستن، حق نمیپذیرن. دیگه درس اعتقادی است که جزای تکذیب کافرها چی هست. الله متعال میگه که این درس بگیرین که والذین کذبوا، هر کسی که تکذیب میکنن به آیات ما، یمسهم العذاب، الله متعال میگه بر از اینا میرسه، مسه یعنی اینا را لمس میکنه، چی؟ العذاب بما کانوا یفسقون، به سبب ای که اینا فسق کردن. فسق یعنی خارج شدن از اطاعت الله هست، به خاطر که اینا از طاعت الله خارج شدن. قل لا اقول لكم، آل الله متعال صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن و بر مردم میفهمانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان بفهمان که بعض صفاتی که مربوط من است، مربوط الله هست، شما او را از ما تقاضا نکنین. برشان بگو، قل برشان بگو لا اقول لكم، ما برتان این سخن نمیگم، ما که پیغمبر هستم، عندي خزائن الله، که پیش ما خزانه هاست. الله بر ما بانک ها و خزانه ها و پول و طلا و یار پیش من نگذاشته که من به مردم توضیح بکنم.
ولا اعلم الغیب، ایره هم برشان بگو که ولا اعلم الغیب، من که پیغمبر هستم، درست است که پیغمبر هستم، اما عالم الغیب نیستم. غیب الله، عالم الغیب الله هست. پس شما تصورای غلط نکنین و یا افراط نکنین در شأن من، چون بعضی اوقات بعضی ها از دشمنی و بعضی ها از دوستی به عقلی افراط میکنن. دشمن ها میگفتن که تو علم غیب باید داشته باشی و دوستای جاهل میگه که پیغمبر علم غیب داره. الله برش میگه برشان بگو که ولا اعلم الغیب، ما علم غیب ندارم. ولا اقول لكم، و ما بر شما نمیگم که انی ملک، که من ملائکه هستم. این هم ما ادعا نمیکنم، چون اونا میگفتن باید پیغمبر ملائکه باشه. برشان بگو نه خیر، من یک انسان هستم. ان اتبع الا ما یوحى الی، من متابعت نمیکنم مگر ما یوحى الی، آنچه که به من چیز شده. یعنی حتی خود پیغمبر وظیفه چی است؟ متابعت است. از چی متابعت است؟ از وحی است. وظیفه هر کسی که پیرو پیغمبر است باید این متابعت بکنه از قرآن و سنت. خود پیغمبر میگه من متابعت نمیکنم مگر آنچه که به من وحی میشه. اگر به شکل جلی وحی شد، قرآن عظیم الشان او را متابعت میکنم، و اگر به شکل خفی، به شکل احادیث بر من وحی شد، من او را متابعت میکنم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان، هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا کسی که خود به نابینایی انداخته و با یک انسانی که بصیرت و بینش داره و از عقل خود کار میگیره مساوی هستن؟ افلا تتفکرون، پس شما چرا تفکر نمیکنین؟ در آیت 151 سوره الانعام حق ولایت و شفاعت از الله هست، یعنی دوستی از الله هست. شفاعت هم حق الله هست. در روز قیامت برای بعض دوستای خود میته که شما شفاعت بتین، اما حق اصلی از الله هست. الله متعال میگه و انذر به، و بترسان با این وحی الهی، با قرآن و سنت، الذین، کسانی را بترسان که یخافون ان یحشروا، که اینا خوف دارن از حشر شدنشان، یعنی مؤمنین حقیقی هستن، بر روز قیامت عقیده دارن و میترسن که حشر شون الی ربهم، به پروردگارشان، باز اونجا شرمنده و رسوا نشون. برشان بگو که لیس لهم من دونه ولی، ای مؤمنان حقیقی، بر شما دوست بسیار خوب بغیر از الله کسی دیگر نیست. ولا شفیع، و شفاعت کننده هم بغیر از الله بر شما کسی دیگه نیست. پس ولایت و شفاعت اردوش مربوط الله میشن. ای که باز بر بعضی از دوستای خود حق میته که اونا شفاعت بکنن در روز قیامت، او کار الله هست. ایره برشان الله میگه برشان بفهمان لعلهم یتقون، شاید که ایشان تقوا بکنن. و تقوا چه وقت حاصل میشه؟ وقتی که مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم رواره امتش مطابقت از قرآن و سنت بکنن. درس اعتقادی دیگه که از این آیت بعدی میگیم که انسان مسلمان نباید به اساس خواسته های بیدینا موحدین و یکتا پرستا را برانه. چرا در هر زمان دشمنای الله میگه باید مسجد باشه، ولی در مسجد باید چی نباشه؟ موحدین نباشن. انسانهای باید درس باشه، لکن در درس قرآن و سنت نباشه. تبلیغ بکو، خو از آیات قرآن و احادیث پیغمبر نگو. دیگه تبلیغا را که میکنی غرضت نداره. از این خاطر الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ولا تطرد الذین، الله متعال میگه به رسول الله صلی الله علیه و سلم که ترد نکو یا مران الذین، کسانی را که یدعون طلب میکنند یا دست دعا بلند میکنند، بکی به ربهم، به پروردگارشان، بالغداوتی، در صبحگاهان، و العشی، و در شامگاهان. چرا اینا صبح و شام فقط به بارگاه الله دست خدا بلند میکنن، دست خدا در مقابل مخلوقات بلند نمیکنن؟ چرا که اینا یریدون وجهه، اینا فقط ارادهشان رضایت الله هست، وجه الله را میخواین که الله از پیششان خوشحال شود. ما علیک من حسابهم من شیء، ای پیغمبر بالای تو نیست که تو اینا را محاسبه بکنی از چیزی، و ما من حسابک علیهم، محاسبه تو هم بالای از اونا نیست، من شیء، از هیچ چیزی. پس کی محاسبه میکنه؟ همه را الله محاسبه میکنه در روز قیامت. فتطردهم، پس اگر شما طرد بکنین امی موحدین و مسلمانای حقیقی که پیرو قرآن و سنت هستن، فتکون من الظالمین، باز میشوی از جمله ظالمان. یعنی رسول الله صلی الله علیه و پیغمبر معصوم بود، این کار نمیکرد. این درس است بر امتش که او کسایی که شما
مخالفت میکنین با قرآن و سنت و کوشش میکنین که انسانهایی که متمسک به توحید حقیقی است اونا را از مجلستان برانین. شما این کار نکنین و اگر کردین در روز قیامت در جمله ظالما حشر میشین و ظالم که است دشمن الله هست. اینال الله متعال میگه از نگاه عقیده درس جدیدی برای ما و شما میده. یعنی باید از هر آیت قرآن ما و شما درس عقیدتی داشته باشیم که من از این آیت قرآن چی درس گرفتم که عقیده ما جور کنم. الله متعال میگه درس عقیدتی در آیت 53 سوره انعام این هست که الله متعال تفاوت‌ها را بین مخلوقات خلق کرده. خود تفاوت‌ها امتحان است برای مخلوقات. و کذالک الله متعال میگه این چنین فتنا امتحان میکنیم بعدهم بعضی از اینها را به بعض دیگرشان. در چی امتحان میکنیم؟ در تفاوت‌ها. لیقولوا تا ای که مردمای بیدین بگویند که اهؤلاء من الله علیهم، امی کسایی است که الله بالایشان منت گذاشته، امیا دیندار است، قرآن تنها از شما هست، سنت از شما هست، ما مسلمان نیستیم، ما پیرو قرآن از قرآن و سنت نمیکنیم. نه، کی کسی گفته در مقابلتان ایگه پاره؟ شما هم قرآن بخورین، شما هم عقیدتان از قرآن بگیرین، شما هم به احادیث احترام بکنین و حلقات درس جور بکنین و او رو سرتان تطبیق بکنین. اینال میگه این تفاوت ها هست که بعضی کسا پیروی از قرآن و سنت میکنن و بعضی کساست که پیروی از قرآن و سنت نمیکنن. باز پیروان قرآن و سنت اونا باز سرش تمسخر میکنن، میگه امی هستن که آل آمدن پیروی از دین میکنن. الیس الله بعلم بالشاکرین. الله متعال میگه که آیا الله بسیار عالم نیست به شکرگزارا؟ این کسانی که حقیقتا پیرو قرآن و سنت هستند و آنچه در قرآن و سنت آمدن عقیده خود از او میگیرن، عمل خود از او میگیرن، مطابق از او زندگی میکنن، اینا در حقیقت شکر الله را کردن. یعنی شکر قرآن کی میکنه؟ شکر قرآن کسی میکنه که عقیده خود مثل قرآن بسازه، اخلاق خود مثل قرآن بسازه، اعمال خدا مثل قرآن بسازه، معاملات خدا مثل قرآن بسازه، زندگی خدا مثل قرآن بسازه. و شکر سنت کسی میکنه که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جزء زندگی خود بسازه، هر لحظه عمر خدا مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازه. وقتی که کسی این کار کرد، اینها شکرگزارای حقیقی هستند و الله متعال میگه من میشناسم کسانی را که واقعا این دو نعمت بزرگی را که برای زنا فرستادیم به این چی میکنن؟ عمل میکنن، مطابق امر ما به این عمل میکنن، اینا شکرگزار هستند. دیگه که هستن کفران نعمت میکنن. قرآن چی میکنن؟ 50 تا پشت میتن قرار در تاق میپرتنشن. شما برین در خانهشان توبلت بیادر قرآن نداره؟ ها داریم، بسیار قرآن خوبه، خط طلا از پدرم مانده، از پدر کلانم مانده، بسیار خوبش، از خطای لکس هم داره. کجا هست که پایان میکنن؟ به اجازه یک دفعه من میره دمی دالیز ببرم که بسیار گرد سر از شیشته، باز تکای از اونم میتکنه، باز میاد دیگه برات لاف میزنه که بیبی چقدر زیبا هستی، از پدر کلانای ما مانده اوتر است. الله میگه تو شکر قرآن نکردی، ما قرآن برای روان نکردیم که تو برش 50 تا پوش برش بدی. اگر ما میخواستیم برای قرآن 50 تا پوش یا 100 تا پوش بدیم، همون تو پوشهای از جنت برش روان میکردیم از ابریشم که مردم حیران میماند. قرآن برازی هست که قرآن شما بگیرین و بخورین و سنت برازی هست که به او عمل بکنین. الله متعال درس دیگه اعتقادی میده که الله متعال به خاطر رحمت خود، به خاطر فضیلت سر خود رحمت واجب کرده. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآیاتنا، الله متعال میگه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر به نزد تو کسایی بیاین که اونا ایمان دارن به آیاتنا، به آیات ما، به قرآن و سنت ایمان دارن، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان فقل، پس بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام علیکم، سلامتی باشه بالای شما، کتب ربکم، فرض کرده و نوشته هست پروردگارتان علی نفسه بر خودش، الرحمت، نوشتن و فرض کردن فضیلت و اکرام از جانب الله. این فضیلت الله کرده، رحمت بالای خود نوشته کرده و گفته است که انه من عمل، یقین داشته باشین که هر کسی که عمل میکنه منکم سوءا، عمل زشت را، به جهالت ولو که شما مبتلا شوین به یک گناه به اساس جهلتان، بیخبریتان، نافهمیتان، ثم تاب، باز امی شخص توبه میکنه، دوباره رجوع میکنه به پروردگار خود و اصلح و خود اصلاح میکنه، فانه غفور رحیم، یقین داشته باشین که الله بسیار مغفرت کننده و بسیار مهربان است.
اما به خاطر رحمتش است که الله متعال احکام تفصیلی بیان میکنه و کذالک و همین قسم نفصل الآیات، الله متعال میگه به تفصیل بیان میکنیم نشانه ها و علامات خود را، احکام خود را، ولتستبین تا بیان شود سبیل المجرمین، راه مجرمان معلوم باشه که اینی راه مجرما هست. الله متعال نهی میکنه. این آیت دیگه هست، نهی است از شرک در عبادت. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال ما را از شرک منع کرده. بعضی اوقات مشرکین می آمدن میگفتن بیاین ما و شما یک پلورالیسم دینی داشته باشیم، شما بتهای ما را عبادت بکنین، ما خالق شما را عبادت میکنین، شما بگین که از راه شما درست است، ما میگیم راه شما درست است، بگیم راه یهود هم درست است، نصرانیت هم درست است. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و میگه که این پلورالیسم دینی، ای که کل ادیان شما حق بدانین، این خودش کفر است و غلط است. چرا دو تا حق نیست؟ حق یکی هست. الله متعال میگه بگوین که ای رسول الله صلی الله علیه و قل بگو برشان اینی نهیتو، یقینا که منع کرده شده من از جانب پروردگارم، ان اعبد، که عبادت بکنم، الذین آنان را که تدعون شما دست دعا به بارگاهشان بلند میکنین یا نامهای از اونا را به زبانهایتان میبرین، من دون الله و غیر از الله. بر من منع هستم، الله مرا نهی کرده، بناهن من نمیتونم که آنچه که الله مرا نهی کرده ما به او بیایم عمل بکنم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لا اتبع، من متابعت نمی کنم اهواءکم، خواسته های شما را، قد ضللت اذن، اگر من ای کار بکنم باز من خودم گمراه میشم در این صورت، و ما انا من المهتدین، باز در او صورت من از جمله راهیابان میشم. درس است برای انسانای مؤمن موحد که وقتی این مسائل پلورالیسم دینی مطرح میشه برشان بگه که والله ما نمیتونیم که چند خدا را پرستش بکنیم، ما نمیتونیم که باطل حق بگوییم، اگر ما این کارا بکنیم باز ما هم کافر میشیم، گمراه میشیم و از دین میبراییم. الله متعال دلایل توحید حاکمیت بیان میکنه که قل بگو اینی ای رسول الله صلی الله علیه و بگو برشان مکه هستم، علی بینت من ربی، با دلیل روشن از جانب پروردگار خود عمل میکنم، و کذبتم، در حالی که شما تکذیب میکنین، بهی به آن، وقتی که من توحید بیان میکنم شما این توحید که روشن است به این تکذیب میکنین، ما عندي آنچه که به نزد من هست. قل بگو اینی علی بینت من ربی، ما به دلایل روشن هستم از جانب پروردگارتان، و کذبتم بهی، در حالی که شما به او تکذیب میکنین. این گپ خلاص شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان میگه که یک گپ دیگر جواب برشان بده. این جواب بر سوال است که اونا میگفتن که خب اگر تو پیغمبر هستی پس عذاب بالای ما نازل کن که ما بفهمیم که تو پیغمبر هستی. الله متعال بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که برشان بگو ما عندي ما تستعجلون بهی، به نزد من نیست ما آنچه را که شما تستعجلون بهی به او عجله میکنین، یعنی شما میخواین عذاب نازل شوه، من عذاب نازل کرده نمیتونم، این به دست من نیست، من خب پیغمبر هستم از طرف از او خبر میتم. ان الحکم الا لله، حاکمیت و حکومت به دست الله هست. این آیت قرآن میگه که ان الحکم، حکم ای که کدام عذاب سر کدام شخص چه وقت نازل شوه، ای که حکومت الله چه قسم تطبیق شوه، ای کلش مربوط به الله هست. حکم الله میکنه، حاکم الله هست، حاکمیت مربوط الله هست. من پیغمبر هستم، فقط ایره چی میکنم؟ ایره تطبیق میکنم. یقص الحق، الله متعال بیان میکنه، یقص یعنی بیان میکنه الحق، حق را، و هو خیر الفاصلین، الله متعال بسیار خوب فیصله کننده هست. اگر الله بخوایم، الله بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر به دست من می بود بگو برشان، اگر همین چیزی که شما مطالبه میکنین اگر به دست من می بود ماجل او را انجام میدادم. قل بگو برشان لو ان عندي، اگر به نزد من می بود ما آن عذابی که شما تستعجلون به او عجله میکنین بهی به آن، لقضی، حتما فیصله میشد الامر، ما عاجل میگفتم برین بزنینشانه، فیصله میشد امور در بینی و بینکم، در بین ما و شما. اما والله اعلم بالظالمین، من شما را به الله میسپارم، الله میفهمه که کی ظالم است و چه وقت ظالما را باید چی کنه؟ مؤاخذه بکنه. این کار الله هست. چرا؟ الله هست که عالم الغیب است
من از قلبهای شما بیخبر هستم. هر تقاضایی که میکنین من نمیفهمم که در قلبتان چی هست. آیا صادق هستین یا کاذب هستین؟ راست میگین یا دروغ میگین؟ و عنده مفاتیح الغیب، کلیدهای غیب به نزد الله هست. لا یعلمها، ای کلیدهای غیب نمیفهمه الا هو، بغیر از الله. نه ملائکه، نه پیغمبر، نه اولیاء الله، هیچ کسی، نه علما، هیچ کسی غیب نمیفهمه. و یعلم الله متعال، میفهمه که ما فی البر، آن چیز در خشکه هست و آنچه که در بحر است. و ما تسقط من ورقه، حتی وقتی که یک برگ از درخت ساقط میشه، الا یعلمها، مگر که الله او را میفهمه که چه وقت ساقط میشه و در کجا ساقط میشه و به کجا مفته و به کجا میره. ولا حبت، و حتی دانه هایی که در بیخ زمین باشه، فی ظلمات الارض، در تاریکی های زمین نهفته باشه، ولا رطب، و نه یک چیز تازه و تر، ولا یابس، و نه هم چیز خشک، الا مگر فی کتاب مبین، مگر در کتابی که اون لوح محفوظ الله هست، در اونجا واضح و آشکار است و الله به اساس علم غیب خود تمام از اونا را اونجا نوشته هست. و هو الذی، و الله را شما بشناسین که ربتان، وقتی میگیم الله هست، او ذاتی هست که یتوفاکم، میمیراند شما را باللیل، در شب. یعنی شب وقتی شما در خواب میرین، حکمتان حکم مرده وارست، مثل مرده واره میباشین. باللیل شما را وفات میته. از این خاطر صبح که از خواب میخیزین، مثل که زنده میشه انسان، باز میگه دعا میکنیم الحمدلله الذی احیانا، حمد و ثنا و صفت از برای الله که ما را زنده کرد بعد ما اماتنا، بعضی که میران ما را. آل و هو الذی، و الله ذاتی است که یتوفاکم، شما را وفات میدهد باللیل، در شب، و یعلم، و میداند ما جرحتم، آنچه را که انجام دادید به نهار، در روز شما او را انجام میتین. ثم سپس یبعثکم فیه، الله متعال است که شما را چی در روز زنده بکنه و یا هم در روز قیامت شما را زنده بکنه. لیقضا، تا فیصله بکنه، اجل مسمى، امو اجل معلوم دار شما را. ثم الیه مرجعکم، سپس به سوی الله هست مرجع شما. ثم ینبئکم، باز الله شما را خبر میدهد بما کنتم تعملون، به آن چیزی که شما عمل میکردید. الله متعال صفت قاهر دارد و قاهر به معنای غالب است. و هو القاهر، و الله متعال ذات است که غالب و مسلط است بر تمام دوستا و دشمنهای خود. فوق عباده، بالای بنده هاش است. فوقیتی که به جلال و عظمت الله شایسته هست، تشبیه با مخلوق نشود. و یرسل علیکم، و الله هست که میفرستد بالای شما حفظتا، نگهبانان را، حتی جاء احدکم الموت، تا ای که به یکی از شما مرگ بیاید. توفته رسولنا، باز روح از زیر قبض میکنه پیغمبران ما، که او عبارت از رسولان ما که امو ملک الموت و همکارایش است. و هم لا یفرطون، و اونا هیچ کمی و کاستی و تقصیر و تفریط در امر الله نمیکنن. الله متعال توحید حاکمیت میگه که بعضی ها توحید عبادت مراعات میکنن، در حاکمیت مخالفت دارن، حکم الله را در سیاست تطبیق نمیکنن، حکم الله را در اقتصاد تطبیق نمیکنن، حکم الله را در تعلیم و تربیه و سایر بخشای زندگی تطبیق نمیکنن، در قضا و در قانون تطبیق نمیکنن. الله متعال میگن ثم ردوا، سپس برگردانیده میشوند، الی الله، به طرف الله، مولاهم الحق، که الله پروردگار و مولای حقیقیشان است. الا ای مؤمنان، آگاه باشین که له الحکم، و حاکمیت خاص بر الله هست. الله هست که نظامهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تعلیمی و تربیوی و نظامی و غیره را الله تعیین میکنه و شما باید تطبیق بکنین. و هو اسرع الحاسبین، و الله زود محاسبه میکنه کسانی که خود مثل طاغوت میسازن و ضد شریعت الله قانون میسازن و شریعت الله را در نظر نمیگیرن. الله متعال ربوبیت خود بیان میکنه تا انسان خوب توحید ربوبیت بفهمه. میگه بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، قل بگو من ینجیکم، کی است که شما را نجات میدهد من ظلمات البر و البحر، از تاریکی های خشک و بحر، تدعونه که شما دست دعا به بارگاه از او بلند میکنین،
تضرعا به عاجزی و خفیتا و بسیار مخفی. چرا دعای توحیدی بسیار مخفی می باشه که انسان عقیده داره که در قلب ما هم آنچه که تیر میشه الله او را میفهمه. از این خاطر وقتی که صحابه در یک راه آمده بودن بسیار چیغ میزدن، صدا را بلند میکردن، رسول الله صلی الله علیه و گفت که اربعوا علی انفسکم، بر نفسایتان رحم بکنین، چیغ نزنین در ذکر و در دعا، به خاطر از اینکه الله السمیع و بصیر است، صدایتان میشنوه، ولو که در زبانت بگوی در قلبت بگوی الله متعال میفهمه. از این خاطر الله میگه اینا دعا میکنن با تضرع چی را میگن؟ عاجزی و خفیتا و بسیار خفیه و پنهان. چی میگن؟ میگن لئن انجانا من هذه، اگر الله ما را از این عذاب نجات بده، لنکونن من الشاکرین، باز ما از جمله شکر کننده ها می باشیم. قل الله، بگو که الله متعال ینجیکم منها، شما را نجات میده از هی، و من کل کرب، و هر سختی، ثم انتم، سپس شما کسانی هستین که تشرکون به الله شریک میرین. از اسماء و صفات الله متعال القادر، که بسیار قدرتمند است. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان، هو الله که است القادر و بسیار قدرتمند است، علی ان یبعث علیکم، این که بفرستد بر شما، عذاب را من فوقکم، از بالای سر شما، با طوفان، با سنگهای آسمانی و یا با عذابهای صداها، او من تحت ارجلکم، یا عذابهای دیگری که از زیر پایتان از زمین میآید، مثل زلزله و دیگه عذابها، او یلبسکم شیعا، یا یک عذاب دیگه، این هم عذاب الله هست. بعضی عذابها از آسمان میآید توسط طوفان و ایگپا، بعضی عذابها از زمین میآید مثل زلزله و مثلا زمین لرزه ها و دیگران. بعضی از عذابهایی است که در بین خود مردم وقتی که بیدین شوند، الله این عذاب نازل میکنه که در بین از اونا چی می باشه؟ بین از اونا حق و باطل خلط میشن. بسیاری کساس وقتی که به قرآن و سنت مراجعه نمیکنه، حق از پیشش فرار میکنه، در چهارراهی میمانه، ایران میمانه که دین در کجاست، اسلام در کجاست، کفر در کجاست. بعضی اوقات در شرک مبتلا میشه، فکر میکنه من بسیار موحد و خوب هستم. بعضی اوقات در کفر داخل میشه، فکر میکنه بسیار من مؤمن و خوب هستم. از این خاطر الله متعال میگه که بعضی اوقات او یلبسکم، یا تقسیم کند شما را، یعنی خلط کند در بین شما امور را، باز شما چی شوین؟ باز شما تقسیم شوین شیعان، گروه. و یذیق بعضکم، باز بچشانه، و یذیق و بچشانه بعضکم بعض بعض، بر بعضتان چی؟ عذاب بعضی دیگر را. انظر، ببین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کیف نصرف، چی گونه تصرف میکنیم یا تغییر میدهیم الآیات، در نشانه ها و علامات قدرت خود، لعلهم یفقهون، شاید که ایشان چی شوند؟ بدانن و بفهمن. قرآن عظیم شان حق است، لکن بعضی مردم ها که نمیپذیرن، بگذار مشکل از اونا هست. و کذب به قومک، و تکذیب نمود به قرآن عظیم شان قوم تو، و هو الحق، و در حالی که قرآن حق است. حق یعنی توحید حقیقی، وحدانیت حقیقی الله در قرآن است. حقوق انسان و حقوق حیوان و حقوق مخلوقات همش در قرآن است، لکن اینا نمیفهمن. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لست علیکم بوکیل، ما بالای شما مسئول و نگهبان و نگران نیستم. درس دیگه اعتقادی است که همه چیز، تمام اخبار که از در لوح محفوظ به اساس علم غیب الهی موجود است. لکل نبأ، بر هر خبر مستقر قرارگاه است، جای استقرار است در لوح محفوظ. و سوف تعلمون، باز شما میفهمین که همه از اینها نوشته شده هست. الله متعال درس دیگی اعتقادی برای بنده های مسلمان میته و برشان میگه که حالی که شما مؤمن هستین، موحد هستین، مجالس شرکی و کفری بسیار زیاد می باشه. بعضی کسا هستن که در مجالس کفری با اساس تعصبات قومی اشتراک میکنن، میفهمه فلانی قومی ما کافر شده، لکن میگه من در مجلسش میرم به خاطر که قومم است، وطندارم است، هم زبانم است، هم حزبم است، هم مذهبم است. الله متعال میگه شما در مجالس کفری که توهین به الله و رسولش میشه، اهانت به مقدسات میشه،
اهانت به قرآن و سنت میشه، در اوتو مجلس ها اشتراک نکنین. و اذا رأیت، وقتی که دیدی الذین، کسانی را که یخوضون یا و سرایی میکنن، سخنای بیجای میگوین، رشخند میزنن، فی آیاتنا، در آیات ما، سر قرآن، سر سنت، سر پیغمبر، سر معتقدات مسخرگی میکنن، شما در مجالس از اونا نشینین. فاعرض عنهم، از اونا روی دور بتین. بعضی کسا هست در فیسبوک های خود کافرها را خوب دیگه لایک میکنن، اونا کفر گفته میرن و اینا هم دیگه خوب گپای از اونا را گوش میگیرن. الله متعال میگه در اوتو مجالس نشینین، اوتو برنامه ها را گوش نگیرین. اگر هم اوتو برنامه ها بود، فاعرض عنهم، از اینا روی بگردانین، او صفحه را بسته بکنین، او فیسبوک چی کنین؟ از بین ببرین. چرا؟ فاعرض عنهم، از اونا دوری بکنین، روی بگردانین. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا سخنای دیگی را بگوین که در او توهین و اهانت به قرآن و به سنت و به مقدسات نشه. و اما ینسینک، اما اگر فراموش کرد ای کار از شیطان بر تو، تحت تاثیر تبلیغات شیطان رفتی و فراموش کردی و در مجالس ششتی قبلا، فلا تعقد، بعد از ذکر، پس منشین بعد از ذکر، بعد از فهمیدن و یاد گرفتن، حالی که حکم الله را، فرمان الله را فهمیدی که در مجالس شرکی و کفری، در مجالس بدعت، در مجالس ناروا دی الله گفته نشی، آل وقتی که فهمیدی، فلا تقعد بعد از ذکر، بعد از فهمیدن منشین مع القوم الظالمین، به امرای عزیز ظالما. در غیر از که عذاب آمد باز کل گیره میگیره. درس اعتقادی دیگری است که بسیاری کسا مردم محاسبه میکنن، میگن این محاسبه کار الله هست، قلب همه پیش الله هست. و ما علی الذین یتقون، و نیز بالای کسانی که تقوا میکنن، من حسابهم من شیء، از محاسبهشان چیز، لکن چی است؟ ذکر، یاد دادن است برای انسان هایی که تقوا داره، دیندار است. ما اونا را محاسبه کردن نمیتونیم. تقوا که است در قلب هر کسی است، ما نه تزکیه میکنیم نه محاسبهش کرده میتونیم. بعضی کساس کار الله را میکنن، فلانی شهید است، فلانی رتبهش بلند است، فلانی جنتی هست. الله متعال میگه این کار نکنین، تو را محاسبه کرده نمیتونی، تو از قلب از او خبر نداری، تو از کجا هست که میخیزی لقب ها را سر از اونا میمانی. الله متعال میگه که فقط برای متقیان چی کن؟ خبر دین بده که تقوا از کجا حاصل میشه؟ تقوا در قرآن و سنت است. و ذر الذین، و الله میگه شما ترک بکنین الذین، کسانی را که اتخذوا، گرفتن، دینهم، دینشان را، لعبا، وسیله لعب و ساتری و خوشگذرانی، و لهوا، و وسیله لعب، ساتری، لهو، خوشگذرانی، و غرتهم، و فریب داد یا مغرور ساخت ایشان را، الحیات دنیا، زندگی دنیا، و ذکر بهی، و بر از اینا تعلیم بده، دعوت بکو. کافر هم که در روی تو آمد دعوت دین برش بگو، مشرک هم آمد پیش دعوت دین برش بگو، برای منافق هم بگو، برای هر کس و در هر مجلس که برابر شدی دعوت دین بتی برشان. و ذکر بهی، و تعلیم بتی به دین، به قرآن و سنت. ان تبسل، اتو نشه که مردم هلاک شود نفس، یک نفس، به ما کسبت، به آن چیزی که کرده، لیس لها من دون الله ولی، نیست بر از انسان بغیر از الله دوست، ولا شفیع، و نه هم شفاعتگر. و ان تعدل کل عدل، و اگر هر قدر ای شخص یا تو جرمانه یا فدیه بتی، کل عدل لا یؤخذ منها، از همی گرفته نمی شود. چرا؟ اگر یک نفر گمراه شود، هر قدر بخواه که در مقابل گناه های خود تمام ممتلکات خدا بته، الله متعال میگه ای از پیش ازی گرفته نمیشم. چرا برشان که اولئک الذین، اینا کسانی هستند که ابسلوا، هلاک شدن، به ما کسبوا، به سبب آنچه که اینا انجام دادن، لهم شراب من حمیم، بر از اینا یک نوشابه است از آب جوشان، و عذاب علیم، و عذاب بسیار دردناک است، به ما کانوا یکفرون، به خاطر که اینا کافر شدن. پس کسایی که بدین استهزا میکنن، امام طبری میگه این روگردانی وقتی بود که آیات جهاد و قتال و حکم مرتد نامده بود. وقتی که حکومت و نظام اسلامی باشه، باز کسانی که تمسخر میکنن با معتقدات اسلامی، باز اینا مرتد میشن، باز حکمشان چی است که اونا همون جزای مرتد مستحق میشن و برشان داده میشن. الله متعال شرک در الوهیت و به خصوص شرک در دعا را رد میکنه که انسان مؤمن کسی است که دست دعا را فقط رو به طرف قبله
به بارگاه الله بلند میکنن. و حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین و تابعین تبع تابعین رسول الله صلی الله علیه و بسیار دوست داشتن، لکن امر رسول الله صلی الله علیه و ای بود که در وقت دعا رویتان طرف قبر ما باید نسازین، رویتان باید طرف چی باشه؟ طرف قبله باشه. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و که الدعاء هو العباده، دعا چی است؟ عبادت است. و ما و شما در هر رکعت نماز میگیم که ایاک نعبدون، ای پاک پروردگارا خاص تو را عبادت میکنیم. پس مسلمان اگر من میل دعا میکنم روی ما باید به طرف قبله دور بتم. شما خفه نمیشین که من روی ما به طرف قبله دور بتم و دعا بکنم. چرا شما میگین که دعا خو برای مخلوق نمیشه، دعا برای کی میشه؟ به خالق متعال میشه، رو به طرف قبله میشه. از این خاطر الله متعال شرک در دعا را منع میکنه. اگر کسی دست خود به بارگاه یک مخلوق بلند میکنه و از او چیز میخواد، باز او را به الله چی میکنه؟ شریک میکنن. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، انا دعو، آیا ما طلب بکنیم یا دست دعا بلند بکنیم من دون الله، بغیر از الله، به کسای دیگی که ما او کسایی که لا ینفعنا، اونا منفعتی برای ما رسانده نمیتونن، ولا یضرنا، و برای ما ضرر رسانده نمیتونن، و نرد علی اعقابنا، و برگردانیده شویم علی اعقابنا، به امو پشت سر به گذشته های خود بریم. بعد از هدان الله، بعد از اینکه ما را الله هدایت کرد. او گذشته ها که قبر پرستی میکردن یا بت پرستی میکردن، اونا گمراه بودن، الله ما را هدایت کرد. که الذی استهوته الشیطان، آیا مانند کسایی شویم که اونا را شیطان گمراه کرده، استهوته اونا را گمراه کرده، الشیاطین و شیطان ها، فی الارض در زمین، حیران که سرگردان و حیران هستند، له اصحاب، بر از اینا اصحاب هست که یدعونه را دعوت میکنن، الی الهدى، به هدایت، ائتنا میگه بیا، و برش میگن بگو ای رسول الله صلی الله علیه و تو هم برشان بگو، قل بگو برشان که ان هدى الله، یقینا هدایت الله، هو الهدى، او هدایت است، امر الله او هدایت است. آنچه که الله گفته و امرنا، و ما امر کرده شدیم که لنسلم، تا خود تسلیم بکنیم، برای کی؟ بر رب العالمین. و ان اقیموا الصلاه، و از حقوق توحید و مکملات توحید چی است؟ امر الله هست که به اقامه عبادات است. و ان اقیموا، وقتی که دعایتان خاص برای الله کردین، نمازتان هم برای الله بخوانین، واتقوه، و تقوا هم به خاطر الله بکنین، و هو الذی، و الله ذات است که به سوی از او شما حشر میشوین. درس دیگه اعتقادی چی هست؟ درس دیگه اعتقادی توحید ربوبیت الله متعال است و توحید اسما و صفات است که توحید علمی خبری میگن، که یعنی علم داشته باشی با آنچه که الله خبر داده از اسما و صفات خود. و هو الذی، و الله ذات است که خلق السماوات والارض، خلق کرده آسمان ها و زمین بالحق، به حق. و یوم یقول له، و یوم یقول، و روزی که بگوی بر از کن فیکون، شو فیکون می شود. قوله الحق، سخن الله حق است، و له الملک، و بر الله پادشاهی است، یعنی حاکمیت و مالکیت مخصوص الله است. یوم ینفخ فی الصور، در روزی که نفخ می شود، فی الصور، در صور یعنی آله صدا دهنده. عالم الغیب و شهادت، او روزی که مثلا نفخ کرده میشه در صور، دیگه عالم غیب و شهادت کی است؟ الله متعال هست. مالکیت در اون روزی که نفخ صور میشه، باز حتی مالکیت های مجازی هم که در دنیا کسایی دارن، این هم از بین برده میشود. حتی در اونجا باز حتی انسان ها مالک یک ذره هم نمیشه. حالا خب مثلا حداقل مالک همین پیسه که در جیب ما همین هستیم، مالک مجازی هستیم، اما باز اونجا مالک حقیقی همه چیز الله هست. اما روزی که باز نفخ صور شود، باز وله الملک، خاص برای الله هست، اما تمام مالکیت باز هیچ کس هیچ تصرف نمی داشته باشه. عالم الغیب و شهاده، الله متعال عالم غیب است و شهادت و آشکاراست. و هو الحکیم الخبیر، و الله متعال بسیار با حکمت است در شریعت و تشریع است، الخبیر، و بسیار با خبر است به حالت بنده هایش. آل قصه ابراهیم علیه السلام میگه که قصه یک تن از موحدین حقیقی رو میاره که شما سعی کنین که انسانهای موحد چی صفات می داشته باشن، چه قسم دلایل بیان میکنن. و اذ قال ابراهیم لابیه، و انگامی که گفت ابراهیم علیه السلام لابیه، برای پدرش چی نام داشت؟ آزر نام داشت. اتتخذ اصناما، برازی گفت آیا میگیری بتها را آلهتا معبودان؟ اینی اراک، من میبینم تو را و قومک و قوم تو را فی ضلال مبین، در گمراهی آشکارا. ابراهیم علیه السلام بسیار پدر خدا و قوم خدا دعوت کرد، به اندازه دعوت کرد
تا اندازی که اینا را حتی دلایل برشان گفت که اینا حتی خیسن ابراهیم علیه السلام در بین آتش گرفتن انداختن. ابراهیم علیه السلام بالاخره فهمید که اینا دیگه گمراه هستن، صراحتا برشان گفت که ای پدر من ببینم که تو قومت کلتان در گمراهی آشکارا هستید. الله متعال میگه و کذالک و اون چنین نوری نشان میدهیم ابراهیم بر ابراهیم علیه السلام ملکوت السماوات، ملکوت آسمان ها یعنی خلقت آسمان ها و زمین، آفتاب، مهتاب، ستاره ها، این کل زیر بر ابراهیم علیه السلام نشان دادیم که اینا کلش مخلوقات الله هست. و الارض و همچنان آنچه که در زمین هست این برای ابراهیم علیه السلام نشان دادیم. ولی یکون تا که ابراهیم علیه السلام باشه من الموقین از جمله بنده های با یقین من. الله متعال برش وحی میفرسته و بر ازی وحدانیت خدا بیان میکنه. فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا، میگه وقتی که بالای ابراهیم علیه السلام شب آمد دید چی را؟ کوكبان، یک کوكب چی است؟ ستاره را دید. آل ابراهیم علیه السلام وقتی که ستاره را دید و پیشروی از این قومشان هستند کل از اینا که از اینا جر و بحث میکنه. قال گفت ابراهیم علیه السلام هذا ربی، امیز پروردگار من، شما امیر پرستش میکنن چون اونا چی بودن؟ ستاره و آفتاب و مهتاب پرستش میکنن. ابراهیم علیه السلام خب برشان میگفت که الله رب العالمین است، خالق از اینا رب العالمین است. آل ابراهیم علیه السلام برشان دلیل میگه هذا ربی، امی هست پروردگار من که شما میگین، به امی شما ایمان دارین. خوب که از اینا شش گفت باش مسئله کنم میره که شما میگین رب ما هست که چقدر مقاومت کرده میتونه. فلما افل، پس وقتی که غروب کرد ای قال گفت لا احب الافلین، من این چیزهایی را که غروب میکنه و از بین میره من خوش ندارم، شما چی را آوردین برای من معرفی میکنین؟ فلما را القمر، باز آوردن گفتن این آفتابی، قومش میگفتن این مهتاب کس این رب ما هست، برای ما روزی میته، نان میته، او میته. ابراهیم علیه السلام وقتی که مهتاب دید بازغن که طلوع میکنه قال گفت هذا ربی، آیا امی هست پروردگار من؟ امی رو شما پرستش میکنین؟ فلما افل، و پس وقتی که غروب کرد مهتاب که گم شد، وقتی که آفتاب مهتاب خود به خود گم میشه، قال لئن لم یهدینی، گفت او مردم اگر مرا هدایت نکنه ربی پروردگار من که خالق تمام از اینا هست، لاکونن من القوم الضالین، باز من هم در جمله قوم گمراه ها می باشم. فلما رأى الشمس، پس وقتی که ابراهیم علیه السلام میگه آفتاب دید بازغتا در حال طلوع، قال، باز آمد از پیش از اینا گفت برای قوم خود گفت به شکل سوال، به شکل دلیل بیان کردن، حجت بیان کردن، هذا ربی، امی پروردگار شما هست. یک وقت من در هندوستان رفته بودم، در یک دکاندار آمدم خیالم که گودی فروشی است. او گودی فروشی نبود، بت فروشی بود. حالی نفر که بت فروشی میکرد، حالا من خود دیدم، حالا ما یارو کامراکاشون سایل داریم، این طرف سایل داریم، نفر ایران مانده که ما با ایریش چطور آمدیم در دکان بت فروشی. ما را گفتم که ما یک دانه گودیگک میخوایم، گفت گودی نیست، گفت بگوان است، بگوان. ما گفتم بگوان شما جور میکنین، ها میره میفروشین، ها گفتم امیس معبود شما امیر عبادت میگین. او مرا گفت بیادری گودی مودی نیست که ما دلیل نگو، چیزی که از پدرای ما مانده و چطور است چنان. یعنی وقتی که انسان یک بت پرست میبینه برش میگه امی بت که تو به دست ساختی امی میتونه رب تو شوه. این کسی که اینجا فوت کرده، این مرده که خودت رو میشوی دست خدا بالا کردن نمیتونه، مجبور است تو دستش بالا کنی، زیر پالوش هوا تر میکنی، باز میری بر از رکوع و سجده میکنی که این برای من کمک بکنه. ابراهیم علیه السلام امی قسم دلایل بر از اینا بیان میکرد. امی آفتاب میگه تو صبر کنی که حالا آفتاب چی میشه؟ ها؟ باز گفت تو باش سعی کنیم دوگاهت چوچک بود باش چیه؟ آفتاب بسیار کلان است، چطور است؟ همین باشه. فلما افلت، وقتی که می آفتاب هم غروب کرد، دیدن که یک وقت آفتاب خودش کلاگکش پایین شده میره و زیر میره و رنگش تغییر شده میره. اوه گفت می رنگ زردک، همین که خودش سرخ شده میره، اون سقوط کرد. وقتی که غروب کرد قال یا قوم، برشان گفت ای قوم انی بریء، من بیزار هستم، مما از آنچه که تشریکون شما او را شریک میکنین با الله. شما آفتاب میگین که آفتاب خلق کردن دست، آفتاب بیچاره چی کرده میتونن؟ اینی وجهت آل دیگه ابراهیم علیه السلام وقتی که دلایل از اونا کلشون دانایشون هم تو واس مانده که در مقابل ابراهیم علیه السلام گپ زدن نمیتونن. چی شد؟ رفت از پیشن. باز آل ابراهیم علیه السلام برشان عقیده توحید بیان میکنه، برش میگه که اینی او مردم فکرتان باشه ما که پیغمبر الله هستم، وجهت وجهی روی خدا دور دادیم للذی، به او طرف او ذاتی که فطر السماوات والارض، به او ذاتی که خلق کرده آسمان ها و زمینم، اونمو رو من پرستش میکنم که خالق آفتاب هم است، خالق مهتاب هم است، خالق ستاره ها هم است، حنیفا پاک است. خوب با پاکی این شرکیات از کلی خود ما دور کردیم. و ما انا من المشرکین، ما از جمله مشرکان نیستم، بلکه خالق ما الله هست.
و حاجه قومه، باز حجت شروع کردن اگر به امرای دلیل گفتن میرفتن قومشان. قال اتحاجونی فی الله، آیا شما حجت میگین در مورد الله و قد هدانی، و در حالی که الله مرا هدایت کرده، ولا اخاف ما تشركون به، و من نمیترسم از آن چیزی که شما شریک میسازین به او، الا مگر ان یشاء ربی، این که بخواهد پروردگار من، شیئا چیزی را وسع، بسیار واسع هست، یا واسع هست. چی واسع است؟ یعنی در بر گرفته هست علم پروردگار ما، ربی پروردگار ما، و علمش کل شیء، هر چیز را. از کدام چیز؟ از علم، از نگاه علم. افلا تتذکرون، پس شما تذکر نمیکنین، چرا به یاد نمیارین؟ و کیف اخاف، و چطور ما بترسم، ما اشرکتم، از آن چیزی که شما شریک کردین، ولا تخافون، و شما ترس ندارین از اینکه انکم، این که شما اشرکتم شرک آوردین، بالله، به الله. چی را شریک آوردین؟ ما لم ینزل به، در حال چیزایی را شریک کردین که الله به وی هیچ سلطان علیکم، بالایش بر شما سلطانن، در حالی که الله بر شما هیچ دلیل در اون نفرستاده است. یعنی بر از شما هیچ دلیل ندارین به بت پرستی، هیچ دلیل ندارین، از دل خود جور کردین. باز ما از امیا بترسم. فای الفریقین احق بالامن، الله ابراهیم علیه السلام برشان میگه پس کدام یک از این دو گروه احق و مستحق تر هستند بالامن، به امن و آرامش. کی باید اصحابش آرام باشه، ترس نداشته باشه؟ خب کسی که دلیل داره، حجت داره، توحید میفهمه. اما شما که در شرک مبتلا هستین، باز ما را میخواین از این چیزای شرکیاتتان بترسانین. فای الفریقین احق بالامن، کدام از دو فریق احق و مستحق تر هستند بالامن، که اینا آرامش داشته باشن. این کنتم تعلمون، اگر شما میدانستین. اناله پاداش به شرط چی است؟ که آدم التباس نکنه عقیده توحید با شرک. بعضی کسا درست است، موحد هست، یک تا پرست هست، خب بعضی اوقات چی میشه؟ در شرک مبتلا میشه. نظر به نام مخلوق میکنه، گوسفند زیر پای مخلوق ذبح میکنه، دست دعا را به بارگاه مخلوق بلند میکنه. ابراهیم علیه السلام الله متعال میگه الذین، کسانی که آمنو، ایمان آوردن، و لم یلبسوا، و خلط نکردن، ایمانهم، ایمان خود را، به ظلم، به شرک. صحابه گفتن که ظلم الماخ کل ما یک ظلم. رسول الله هم گفت که ظلم چی است؟ شرک است. اینجا ظلم به معنای چی است؟ الذین، کسانی که آمنو، ایمان آوردن، ولم یلبسوا، و خلط نکردن ایمانهم، ایمانشان را، به ظلم، به شرک. اولئک، این گروه مؤمنا هستند که بر از اونا چی است؟ لهم الامن، و امنیت است برشان، آرامش فکری است، آرامش روانی هست. و هم مهتدون، اینی مردم ها هستند در هدایت. یعنی از این آیات قرآن معلوم میشه که بسیاری کسا هستند که مؤمن هستند، لکن با وجود مؤمن بودن شرک هم در ایمان خود داخل کردن. بعضی کسا شرک در ذات میکنن، بعضی کسا شرک در صفات میکنن. امیال بسیار مؤمنای ما و شما هستن، امیال پیش فالبین میشینه و صفت علم غیب الله را به فالبین میتن. و اونمو بسیاری کساست که فال ببینن و میگه من خوب نمازم میخوانم، خوب لنگیگک داره، خوب ریش داره، خوب در صف اول مسجد استاد میشه، لکن باز ادعا میکنه که من میتونم که بر تو فال ببینم، علم غیب دارم. برو باز بر تو بچه پیدا میشه، برو باز 10 سال بعد 6 تا بچه پیدا میکنی، برو باز فلانی میشه. اینال ادعای علم غیب میکنه، یا هم کافر میشه. بعضی کساست با وجود اینکه میگه من مؤمن هستم، در عبادت الله مخلوقات شریک میکنه. یعنی چقدر مسلمان ها هستن خود مسلمان هم میگن، لکن عبادت به غیر الله میکنن، دست دعا به مخلوق بلند میکنن، سجده به غیر الله میکنن، رکوع با مخلوق میکنن، در حال که رکوع عبادت است، نه نام مخلوق میکنن. باز ما میگم ما مؤمن هستیم، و بسیار کارهای شرکی دیگه را میکنن. و دیگه مثلا شرک در حاکمیت است. بسیاری کساست میگه من خوب مؤمن هستم، ایمان دارم، خب من اقتصاد اسلامی را قبول ندارم، اقتصاد سوسیالیستی را خوش دارم. پس این نماز ایمان داره، لکن در حاکمیت الله لینن شریک کرده، مارکس شریک کرده، اقتصاد سوسیالیستی رو شریک کرده. بعضیا میگن من اقتصاد کپیتالیستی رو ترجیح میدم نسبت به اقتصاد اسلامی. چرا ترجیح میدی؟ به خاطر از اینکه این چیز ساخته به الله رو شریک ساخته، رهبرای دموکراسی و کپیتالیستی را. الله متعال در اینجا میگه که این مؤمن واقعی کدام مردم است؟ یک قاعده بسیار بزرگ اعتقادی است. این باید هر مسلمان یاد داشته باشه. قاعده اساسی اعتقادی چی است؟ که الذین، کسانی که آمنو، ایمان آوردن، اونو ولم یلبسوا، و خلط نکردن به امرای ایمان خود با چی؟ به ظلم، به شرک. هیچ چیز، نه شرک در ذات، در صفات، در عبادت، در اطاعت. اولئک لهم الامن، بر از اینا امنیت است. و هم مهتدون، اینمی میگه هدایت است. و تلک حجتنا،
اینمی دلایل ما بود که الله متعال میگه ما وحی کرده بودیم، آتیناها، وحی کرده بودیم، داده بودیم برای ابراهیم علیه السلام که این حجت و دلایل ما را بر قوم خود بگه، بالای قومش. نرفع درجات من نشاء، الله متعال میگه ما بلند میکنیم درجه های هر کسی بخوایم، با رسیدن به چی؟ که او الله را درست میشناسه، عقیده درست میداشته باشه، درجهش الله بلند میکنه، یا رسالت برش الله میته، یا مثلا بسیار حسن اخلاق داره، درجه ازی بلند میشه. ان ربک یقینا که پروردگار تو حکیم، بسیار با حکمت است، علیم بسیار عالم است. و وهبنا له، و الله متعال میگه و دادیم بر از او تحفه دادیم برای، یعنی ما برش خالقش ما هستیم. پیغمبر بر کس بچه و دختر دادن نمیتونه، ما برای ابراهیم علیه السلام هم دادیم. کی رو دادیم؟ فرزندهای برش دادیم. کی بودن؟ وهبنا، هبه برشان دادیم. وهاب الله هست، هبه و بخشش کی میته؟ الله میته. برای ابراهیم علیه السلام اولاد کی داد؟ میگه ما برش دادیم اسحاق علیه السلام را، و یعقوب که باز نواسیش یعقوب علیه السلام بود، از ابراهیم علیه السلام بچهش یعقوب اسحاق علیه السلام بود، فرزند اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام بود. کلا هدینا، باز هر کدام را ما هدایت کردیم. و همچنان دیگه پیغمبران بودن، و نوح علیه السلام پیغمبر بود که هدینا بوده ما هدایت کردیم من قبل، و قبل از ابراهیم علیه السلام. و من ذریتی، و ذریه نوح علیه السلام داوود علیه السلام بود، سلیمان علیه السلام بود، ایوب، یوسف و موسی و هارون علیه السلام علیهم السلام، بالای تمامشان سلام باشه. و کذالک نجزی المحسنین، و همین قسم الله میگه نجزی پاداش میدیم المحسنین، نیکوکاران را. و دیگه از پیغمبران زکریا علیه السلام و یحیی علیه السلام و عیسی علیه السلام و الیاس علیه السلام، کل من الصالحین، همهشان از جمله صالحان بودن. و اسماعیل علیه السلام، یسع الیسع، این هم نام پیغمبر است. و یونس علیه السلام و لوط علیه السلام. و کلا فضلنا علی العالمین، و همه اینا را فضیلت دادیم بر عالمیان، بر مخلوقات. و من آبائهم، و از پدرانشان، و ذریاتهم، و اولادهایشان، و اخوانهم، و از برادرایشان، و اجتبیناهم، و برگزیدیم ایشان را، و هدیناهم، و اینا را هدایت کردیم الی صراط مستقیم، براه راست. ذلک هدی الله، این هدایت الله هست، یهدی به من یشاء من عباده، هدایت میکنه هر کس را که بخواد از بنده‌هاش. ولو اشرکوا، و اگر شرک بیاورن، لحبط عنهم ما كانوا یعملون، باز حتما نابود میشن، یعنی شرک نابود میشه تمام آن عملایی که اینا کردن. اولئک الذین آتیناهم الکتاب، اینی پیغمبرا کسایی بودن که دادیم برشان کتاب را، والحکم و سنت را، و النبوت و مقام نبوت را. فإن یکفر بها هؤلاء، اگر کافر شوند اینا به این پیغمبرا، فقط پس یقینا که ما وکلنا، موظف میسازیم بها قوما، باز قوم دیگه را به عوض از اینا میاریم که اگر اینا کافر شدن، لیسوا بها بکافرین، که اونا کافر نباشن. اولئک الذین هدی الله، این پیغمبرا کسایی هستند که الله اونا را هدایت کردن. فبهداه مقتده، به هدایت از اینا شما اقتدا بکنین. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، لا اسالکم، ما تقاضا نمیکنم از شما علیه بر امی هدایت و راهنمایی، اجرا، یعنی دعوتگرای حقیقی اسلام پیغمبرا بودن و کسایی که پیرو پیغمبرا هستن، در مقابل دعوت اسلامی اجر، پول، پیسه گپا نمیگیرن. ان هو الا ذکر للعالمین، میگه این چی نیست مگر ذکر است برای کی؟ برای عالمیان. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.